السلام علیکم مادرای عزیز، خواهرای عزیز، برادرای عزیز، با کل نفرایی که تماشا میکنین عید قربان به همتون مبارک شوه. برادرای عزیز، هزار رحمت برای تبریکاتون، برای که این قدر تبریک کردیم و اسپید نمیکنم همه در اطفال بته مقصد به شما مبارک شوه. ما همین ویدیو همتون تبریک میکنم، چی برادر هستی، چی خواهر هستی، چی اپا هستی، چی مادر هستی، در این روزی بهترین روزها شما را تبریک میگم و چی آرزوهایی که دارین خداوند جامعه عمل پوشه و همه آرزوهاتون برسین. همه وقت دوست باشیم، همه وقت باید دست یکدیگر را بگیریم، نه اینکه از پس یکدیگر خنجر بزنیم، یکدیگر پس بزنیم، انا چی میگن با یکدیگر بدبینی باشد. کوشش کنید که در همین روز همه یکدیگر را ببخشیم، چیزی هست نیست دلشی یکدیگر را مثلا دستگیری یکدیگر باشیم، در کار نیست که ما یکدیگر ما پس بزنیم. برای اینکه چی برادر هستی، انا چی خواهر هستی یا که چی انا کسی که هستی نیستی، برای ما همه تون خورد باشی، برادری خواهری کلام باشی، اپای مادری برادری گفته چی، همه وقت در کجای باشین سخت و سلامت باشین، همه وقت دوگوی هم باشین و همه وقت دست یکدیگر را بگیرین. در این غریبی این حال شهر مسکو در ایدگردک هستم. برادرای عزیز، به نهایت در تبریکاتون برای دعوتتون هزار رحمت کلام. چند قدر که اسپید کردم میرم ان شاء الله مهمان میشیم، میشینیم سر یک پیاله چای. انا بعد آخر گفتم که کاغذ سگده التماس برادرای عزیز برای بلیطو بسیار زنگا رو برو میشنم بردارم ان شاء الله بعد یا سه روز انا ده تا نمرمون که اسپید کنیم، بعد ده کاسا کار کنیم برای آدم بهت بسیار زنگ بزنه. خواهش میکنم که بلیطو با جای در کار باشه. این همین نمره در واتساپ بنویسید که سلام علیکم فلان جا فلان چیزلا آمده، مثلا مسکو دوشنبه 20 ماده بلیط در کار نمیخوای بنویس، تمام برادر جون تراز حرکت میکنیم که ما شما در اطفیت بگردونیم. برای همه امروز همه در گلیت، همه در مترو دمسکوی چی میگن بولوار دمسکوی دیمیتریس دیگه هم در کارش خلاصه هم جدیم باقی سربلند و خانواده باشین، هر کجای باشین نباشین، همه وقت مردمی مسلمان تاجیک دست یکدیگر را بگیرین. با میگم که دوستی کنین، از همین روز کسی که چی کاری کرد چی کاری خطایی کردیم یکدیگر را ببخشین و دلشی دوست مونیم و همه وقت سربلند باشیم، همه وقت دستگیر یکدیگر باشیم. ما کوشش کنیم در دیگر جا ملت تاجیک نام بردار باشیم، نه اینکه مقصد چی میگن پس زدن یکدیگر. ما باید دست یکدیگر را بگیریم. ملت تاجیک در تمام دنیا باید بردونیم که ما بگیم که همین مسلمان های تاجیکستان هستن بگن، نه اینکه ما بگن که تاجیک مقصد چشم دیدن نداره. برای همین خواهش ما یکدیگرتون رو ببخشین، دست یکدیگر را اسپاس بگیرین. باقی سربلند و خاناباد باشین، همه وقت دعاگون باشین، همه وقت دعاگوتون هستم. الله مهربان نگهبانتون باشه. عید قربانی یک بار دیگه مبارک شه و قربانی را توقع نخورین. سلام علیکم.